دموکراسی و منتقدین. روسو، نظریه پرداز سیاسی قرن 18، استدلال می‌کرد که در نظام‌های پارلمانی مردم هر چند سال یک بار و تنها در زمان انتخابات از آزادی برخوردار می‌شوند و پس از آن به موضع وابستگی و پیروی از قوانین که چیزی بهتر از بردگی نیست باز می‌گردند. این عقیده افراطی ترین شکل افکار چپگرا و انتقادی تند نسبت به نظام‌های پارلمانی بود و بر اساس آن این نظام‌ها چندان هم دموکراتیک تلقی نمی‌شدند. در مقابل این نظریه، اعتراض راستگرایان به نظام پارلمانی قرار دارد. آنان معتقدند که نظام‌های دموکراتیک اختیاری بیش از آنچه که لازم است برای تصمیم گیری به مردم اعطا می‌کنند. ساده ترین پاسخ این است که نظام پارلمانی بهترین نظامی است که تاکنون برای حفظ کنترل بر دولت در شرایطی که جمعیت کشور به میلیون‌ها نفر میرسد و مردم امکان اختصاص تمام وقت خود را به طور مستمر به مسائل سیاسی ندارند طراحی شده است. این نظریه بر آن است که در این نظام مردم با انتخاب رئیس حکومت، رئیس جمهور یا نخست وزیر و انتخاب اعضای قوه مقننه می توانند بر حکومت نظارت کنند، زیرا پارلمان با استفاده از قدرت خود برای تصویب یا رد قوانین و شیوه مالیات بندی قادر به اعمال نظارت مداوم بر عملکرد دولت از طرف مردم است. البته این نظارت مردمی تنها زمانی مفهوم دارد که انتخابات آزاد و عادلانه و دولتی شفاف باشد و پارلمان عملاً قدرت کافی برای کنترل و نظارت دقیق بر عملکرد دولت را داشته باشد.